سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. حدیث ابن عمر در مورد این که بعد از 100 سال از این مردمان هیچ کس زنده نخواهد ماند قبلا گذشت و در روایت دیگری از ابن عمر آمده است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند از کسانی که امروز در روی زمین وجود دارند هیچ کس باقی نمی ماند و قصدشان این بود که در این مدت 100 سال تمام اهل این قرن از بین رفته و می میرند. یا مسلمین صلوا علیه